لطفا دروغ باشد. لطفا لبیپا زورا بابایم. چی؟ بابایم چی شد؟ چی شد؟ صورت های آیلوی دامولا زیارتی. اپا بگویید آخر بابایم چی شد؟ هر آخر دیگر چی میشد؟ احوالش بد شد و بیمارخانه رفته ایستاده‌ام. زود بیا. بابا جان همش از برای من شد. از برای من. از پشت من بابایم به بیمارخانه رفتید. عقل را بید باز زنگ میزند. چرا زنگ میزنی؟ Üzlem, labay خانم سلین. خانم زورا رو دیدی؟ کمی پیش اوجیلم برآمد. بابایش رو به بیمارخانه بردند. چی؟ این کجا گم شد آخر؟ سلام علیک خانم سلین. بخیر از کم نما شدید؟ بابای زهرا رو به بیمارخانه بردند. اوجیلم به اونجا رفتنم در کار. خدا شفا دهد. اما من نمیگذارم که شما در حالت ناتابی ماشین رانید. اجازه دید من شما رو زود به بیمارخانه برم. مرحمت. مرحمت. یه زود شوید. بیمار ما رو انتظار است. باید زود روید. مرحمت. خانم سلین بنادبانا راه نگرده زود باشید. بابا جان زود باشد. بابا جان خوب میشوید. بابا جان. بابا جان خوب میشوید. غم نخورید خانم. بابایتون شفا مییابد. با بابایم یکم چیز شود چیکار میکنیم پدر؟ خدا نشان ندهد دخترم. چون این فکرهای بد رو از سرت دور کن. اوه بیچاره بیمار. حتی دلی من این رو برداشت نمی کند. آدمی پیرچیل برداشت می کند. ینگا لطفا. حاله جان من به هر حالت تیار بودنم رو میگویم. فهمیدی؟ خیر بیاید به حجره انتظاری گذاریم. بس کن دخترم. از پشت مادرت رو. حاله جان بیا رفتیم. بابا جان. بابا جان. بابا جان. لیوند التیموس سستر هایکون. کم ترکی ما خانم سلین شما خواتیر نشوید. حاضر میرسیم. ماشین بسیار بود است. یگان راه دیگر نیست به آن طرف رویم؟ راه دیگر؟ همین گپت گنده سختم رسید. خانم زیبا حاضر شما را استاد شوماخر برده ایستاده است. لطفاً باور کنید. حالی بابای اکرم چه خیل باشد؟ ای خوب است. آدم گنده مردنی ندارن. هیچ گپ نیست. اکرم اونا رو دویم خفا میکنن. شوکت
سوختم شوکت سوختم. چی شد برادر؟ کسی با اون زن رسم مرا گرفته به همه پهن کرده. باز کی رسمی تو رو گرفته پهن کرده باشد؟ من از کجا دانم آخه؟ خیر مالش تو چیکار کردی؟ زن رو یافتی؟ یا خدایا توبه کی رسمی تو رو گرفته باشد؟ ای کار تو چی آخر؟ یا خدایا توبه تو اون زن رو یافتی نیافتی جواب ده. خیر صورت رو کو گرفتی باز چی به همه پهن میکنی حیوان؟ شوکت گوش کن، خانه زن رو یافتی نیافتی به من این رو جواب ده. رسم رو یک طرف گذار. زن رو گم کردم. چی؟ گم کردم. خانه زن رو گم کردی؟ نه زن رو گم کردم. چی؟ از پیش بودم و زن رو گم کردی؟ اوه نه برادر، زن رو چی خیلی گم کردی ها؟ یک وظیفه داشتی زن رو پای برده خونش رو یافتن، تو چی این کار رو کردن نتوانستی؟ ای برادر خدای توبه ماشین بسیار بود آخر پای برده ایستاده بودم. ماشین که بسیار بود آن زن از تاکسی فر اومد و Excuse me? Where can we eat burgers? سمبوسه؟ سمبوسه. شما از کجا دانستید که من سمبوسه فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. میلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سمبوسه فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سمبوسه رو چیکار میکنید؟ قروتو خونه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه، فتیر شوربه، این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر، بیا رقم تلفن رو به من ده، من بگاه تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور که راحت میکنی. خیر. I don't understand what. Excuse me, نمبر تلفن من جوانده، من توی زنگه. نمبر تلفنه. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو. یا خدایا این زن کجا شد؟ خدا جان. بلا زند این زن کجا رفت؟ این خیلی تاب خورد و گاز داده رفت. بنزین موتورسیکلی من تمام شد. خدا نزند تو. ای کلاس توف نکو که توفی تو زر داره باز نمیرم. این موتورسیکل رو من از یک کودک قرض گرفتم اخیر. از خودت نبود مگر؟ از کجا برادر؟ من در کیسم یک تنگه خدا نزند تو رو شوکت. رفته در یکم بقلاشکه بنزین گرفته بیارم. خب کن خب. اکنون من چیکار میکنم؟ با تو باور کردم یک کار رو حل میکنی گفتم این عیب من است. چرا با توی احمق من باور کنم؟ این خیلی نگو برادر، چیکاری نکنم تو از من راضی نیستی. موتورسیکل رو کو یافتم، او رو پای بردم. من او رو مییابم برادر. از کجا مییابم؟ من این زن رو به گپ میدرم. بین اگر من او رو نیابم تو دیگر مرا شوکت بیا مانه. انتظار شو. من وعده دادم. با وعده هم وفا میکنم. با گفته بودی که بنزین. یا خدایا از این خیلی بندگان دروغگویت مرا محافظت بینم. زهرا جان چی این طرف و اون طرف میروی؟ در یک جا بشین. نمیتوانم نشستن. چی خیلشینم؟ بعد از این قدر شرمندگی او چی خیل نشیند؟ خاموش باش. ای پدر. و همش تو گناهگار. دیده ایستاده ای؟ اپا و خواهر از حاضر بدبینی رو سر کردند. ای مادر. چی؟ روزتان بخیر. تشکر، سلامت باش. عزیزم موزفه چی خیلی؟ نه اینجای همین خیلی گپ هست مگر؟
چی خیلی شد این آخر؟ آخر آن دامولوزیو اویلادور بودنی دامادی دوست داشتهش معلوم شد آخر. این نیه؟ آخر رسم های دامولوزیو رو با زن و کودکش دید. خیر مایلش خبری خوش گیریم اول. خبری خوش البته میگیریم. زنک جون با باید با قوت است. این رو پسی سر میکنم. خاطر نشو ما را جدا نکرده به هیچ کجا نمیرود. نمیدونیم حالا در نزدش انتظاری. جانم برای شما چای افته آوردم. برنگش رو با من دهید. تشکر دخترم. چرا حالا هم به بیمارخانه نرسیدیم؟ مرا به کجا وردی بچه؟ خانم سلین قریب به بیمارخانه رسیده. وحیم نکن. من چیکار کردن را میدونم. در خلقت میگوید که گرگانی را انا من همان هستم. خاطر نباشید، راحت باشید. با شیرینی پختت ما را کشتی سیوال جو. این شاءالله آخران خوراکت می شود. رحمت سیوال. تشکر دخترم. من میگویم که آقای اکرم به بیمارخانه افتیده است. تو میگویی که تهمت است. نه شیدا جان دامولوزیو این خیلی کار نمی کند. چرا شما با گپ‌های هر کس باور میکنید؟ عزیزم تنها گپ می بود با کنی. در بین صورت‌های دامولوزیو با اویلش هست. چی؟ صورت‌هایش رو؟ بله صورت‌هایشون. شاید آن صورت‌ها رو با کامپیوتر ساخته باشند. لیکن سمبوسه های من اینقدر بالازد نمی شوند. خیر زهرا چی فکر دارد؟ آیا حالی فکر کردن دارد زهرا؟ او در غم بابایش هست. به خدا پول هیچ چیز بوده است. خوشبختی را با پول خریده نمی شود. آن صورت‌ها ساختن کسی ساخته است. وای 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 معلوم شد که داملاتون ساخته بوده است ها؟ تو گپای ما رو گوش داشتی ها؟ داملو رو بینه؟ اوه داملو رو بینه داملو رو. در آخر شکارچی بار اومد ها؟ شکارچی زنهای ثروتمند ها؟ یک کار بار اومد من رفتم. این نمی که در اینجا بوده است او رو ندیدم. اکنون به گوش همه محله رفته میرسم. بله من رفته طبقای خورده رو جمع کنم. رو خوب نشد. شما رو آگاه کرده بودم. بله آگاه کردیم. گفتم که او چه حیله دارد. گفتیم که چه حیله دارد. دیدید همه کارهای او آشکار شد. بله آشکار شد. دامولا با شما چی بدی کرده است؟ شما در حال از فیل پشه میسازید. کی؟ تو پشتی او رو میگیری اما او به نماز بامداد نمی آید. هجری استاد در کجاست؟ در کجاست پسرم؟ در کجا؟ نگوید که نگفتم. باز نگوید. او از شرمندگی گریخت. او گریخت. او دیگر به اینجا نمی آید. دیگر نمی آید. هوی خورد. غیبت و تهمت به مسلمان نمیزیبد رفیقان. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت آقای خلیل. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت اکا؟ حتی آقای اکرم او را از خانهش رانده است. بله رانده است. او دیگر نیست. عیان است حاجت به بیان نیست. از دهان یکم شنیدم. آقای اکرم گفت نیافتی از خانم نشیده. همش معلوم است. بله همش معلوم است. رفیقان از همه زیبنده آن است که در بری دامولایمان باشیم یکی تهمت باشد. بعد اینقدر کار باز با او باور میکند. حالا با او باور میکنید ها؟ اگر داملو کم ترک ننگ و ناموس داشته باشد دیگر به اینجا بر نمیگردد. بعضی گپ رو گفتی. غمگین نشوید. حلقم قوق شد یک چای بیار. مایلش خانمو برو یک چای کبودم کن. برای جوانها فرمایش ده؟ یک چای سیاهی دیگر هم. من نمی نوشم چای. اپای مبارا برای من لیمون چای دم کن. هجری به پول هست.
از حساب آنها است. من از حساب این تهمتگرها چای نمی نوشم. تهمتگر؟ بس کنید اکا هجری. چه خیلی بس کنم؟ بس کنه. خدازان را حرمت کنه. اینها به پدرم. دختر تلفن رو برداشته جواب ده. خیر تمام و من باور نمیکنی اما اقلا حال بابایت چخیل است از اون خبر ده. خدایا توبه تو به این بندت مدد نما مدد نما. کجا آمدی ای دیوانه؟ رای کتوات با جنگل است؟ خانم سلین شما را ترساندن نمیخوام اما با فکر ما رای کتو رو گم کرده. گفتی همه راه رو میدونم ها؟ خانم سلین آرام باشید، من حاضر یک رای دیگر رو معاین میکنم. ما پروفسیونال ها همیشه نقشه A B V G D Z داریم. یا اینکی یا که تو مرو یاری دیه خورشید رو من کنه دست مرا دوزیدن یاری دیه. ای خانم سلین من شما رو برای چی میدوزدم؟ یاری دیه دختر آرام شو. خب کن میگویم یاری دیه نجا دیه مرا. خب کن آز عبری میکنم. بس میگویم خب کن یاری دیه. دختر ترزه ماشینه پوش آز همجا خرگوش های خره میدرویا اینجا را جنگل میگن پوش داری داره؟ دیوانه احمق. یه بس داد نده که آزاد بگیرم. ای استاد ترسوندی. والدین آقای اکرم شمایید. خواتیر نباشید او به هوش آمد. تشکری زیاد آقای دکتر. تشکر آقای دکتر. شکری خدا اپا جان. روزتون بخیر. تشکری زیاد. اگر با بابایم یکون چیز رخ میداد تو رو نمیبخشیدم. دخترم منه این پول رو گیر لیکن با مادرت هیچ چیز نگو. مایلش بابا جان. درس‌هایت رو خوب خون. تشکری زیاد. تو بودی. خیر مایلش. السلام علیکم. علیکم سلام داملار. تو چرا با زهرا چنین کار کردی؟ خفه نشوید داملا اما این به شما نمیزیبد. آقای بختیار اقلا تو با من این کار رو نکن. من رو تهمت کردن خلاص شدن نتوانسته ایستادم. همه من رو گپ میزنن اما این رو حل میکنم. آقای اکرم خوب است؟ خوب است. یاسمن حالا از بیمارخانه آمده بود. مایلش وقتی که حادثه و این خیلی بد شدن من هم به مغازه رفته برای خودم یکون چیزی خوب هم نگرفتم. من به مغازه می روم آقای بختیار. مایلش داملا روید. شام بخیر. تشکری زیاد. بابا جان. بابا جانم عزیزم ما رو بسیار ترسوندید. تمام نترسید گذشت. خوبم. بابا جانم عزیزم مشکل های خودتان یک طرف باز برای من غم میخوری.
غم نخورید. خوب هستم. باز گریه نکنی میلش. بابا جان التماسی گر در این مسئله گپ نمیزنی میلش. میلش. پدر جان خوب هستید؟ خوبم. خوب هستید بابا جان؟ خوبم. خدا شفا دهد آقای اکرم. جنازم را خواندن آمدی؟ همین تو نمی رسیدی. اونا چی؟ التماسی است تو؟ وای روبین در بستر بیماری هم حتی با ما سر و کار میگیره. خیر تمام تو آرام شو. نه با دامولازی ها دوست جانی شدن دادها. تو اکنون چی گفتنی؟ دوست شدن میگویم. آقای اکرم میگویم با دامولازی ها بسیار موافق آمدن. داماد خوب میشود میگویم. لطفاً سفسطه گویی رو بس کن. چی من سفسطه میگویم؟ دیگر او را کافتکاو نمیکنم. تمام کافتکاو نمیکنم. بابای سالمی شده خودش دامولازی ها را کافتکاو کند. چی؟ چرا این خیلی نگاه میکنی؟ حاله یک بار مرا طرفداری کن. یک بار گوی که من حقم. آدم پیر آخر کمی بدرفتار میشود. بله پیر و بدرفتاری بد. مرا یگان بار دوست نداشت. دوست میدارد. من تو را دوست نمیدارم. منم تو را دوست میدارم. عزیزم. شوهر عزیزم. این چی بلا زد ماشینه؟ ویران شد. با خدا که ویران شد. خانم سلین با فکرم که گازش تمام شد. خدا زند تو رو. شما رو نیست. بچه بی عقلی بی ناموس. خانم سلین آیستاقی کتفم در کرده. خرکون یا خدا. بچه بی عقلی بی ناموس. اول پلیس گفته با باوری میدارد. باور نمیکنم. خانم سلین چه خیلی بی عقل بی ناموس. این خیلی نکنید. دیله که من رو میرنجانید. ای در دیلت. سفرو بخیر. اکنون با کجا آمده باشیم؟ حتی موج تلفن نیست. گویا با چکوری جهنم آمده باشیم. ای مرو با کجا وری؟ همه جا پوری لای است. ای خانم سلیم به همون هم هوا خنک. بینید باز باران بریده ایستاده. خوبش با موشی شینه. چخیل من با تو بر این دیوانه باور کردم. با کجا آمدیم؟ از اینجا چخیل نجات میابیم؟ خانم سلیم خواتیر نشوید. من دربار شمایم. غمگین نشوید. از بودنی تو دربارم بسیار خواتیرم. باران بریده ایستاده است. خنک خوردم. با من نگر. از خفای من دیو که سرت رو میکوونم. دیوانه. خانم سلین بیا ماشین تلک زودید بشوم میریم. کجا میروی؟ اینجا جنگل میگن و خیام موشه پیشک نوپاگدیه میخرند بخدا. آغاز چرا استادمان را تهمت میکنن؟ از کجا میدونم اکه اجری؟ سلام علیکم بچه. انا استاد آمد از او میپرسه. اجری سوال نده. هیچ نپرس که دیگر قوه به سوال ها جواب دادن ندارم. سوال دینی نه استاد. امروز اکه ایرج گفت که اما که ایرج چی گفت؟ استاد چرا شما را تهمت میکنن؟ با خدا نمیدونم چرا ما را تهمت میکنن. با این مردم من چی بده کردم؟ تو جواب این سوال رو در دفترت نویس و من بعد از تو جوابش رو میپرسم. همه با من کار دارن. توبه. خدایا با استادمان کمک بکن. مرکز کار نمیکنن.
عقل تو کار که نکند این تلفن چه کار میکند؟ ای خانم سلی سری مرا مثال نیاره. این تکنیک است. تکنیک رو برده در استخوان ساز میکند. رقم های تلفن رو ده صوت که شد حتما زنگ میزنم. اول تو سری ویرونی خودت رو ساز کن. این چی بود؟ بلازت خانم سلی من شما رو ترسودنی نیستم و نکنی آواز گرگه. چی؟ گرگ؟ در جنگل حیوان ها بسیارن. گرگ، روبو، خریگزنده، موری زهردار، کرتکیلاس. ما باید با دقت باشیم که کرتکیلاس بسیار خطر دارد. اما نترسید، من همراهتم، غم نخورید. در آغوش تو میمیرم. بیا 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 ایزو نکس بیا. دستت رو گیر، به من دست نرسان. ای خانم ایستم، بیا من به شما راه راست رو نشان میدیم. راه درست از تو دور بودن است دیوانه ابله. پوچم پروا نکنید خانم سلین، من همراهتان هستم. آرام باشید. بسیار درد میکند، سخت درد میکند. حاضر خوب شد که من با خودم کلچه گرفتم. نکن. چیکار کردن میخوایم؟ خانم سلین جای مار گزیده را خونش رو تازه کردن در کار. شما تنها گوید که مار کجایتان رو گزید. من در آنجا رو فوچیده زهرش رو میخورم از شما خلاص میشم. ای دیوانه چخیل زهری مار پایم در کرده ایستاده است. پایم. خانم سلین شما با کار پروفسیونال ها دخالت نکنید. فقط گوید که مار کجا رو گزید. با خدا قسم میمیرید ای دختر. گم شو، با خدا یک شته بزنم میپری. پاچم درد میکند، رفتن نمیتوانم. همش از برای تو شد. اگر خلو خورده باشد آتش رو درگیرانم. در 12 سالگی هم در جنگل گوشیدم. بیبگوگیر علاو رو درگیراندم. باران نباریده آتش رو درگیراندم. دیوانه احمق، دیوانه احمق، دیوانه احمق. تنهای خدا تو را مار گزد. مار رو هرگز نمیگزد. خدایا از دست این آدم من دیوانه میشوم. با خدا این باد هوای فارم در جنگل ببین. با این آدم دیوانه میشوم. گم شو. اطاعت سلین. مرحمتک. مانده نباشی برادر. ای رحمتک خدمت. یک چیز رو پرسیدنی هم در همین طرفو یگون زنی سرگردان و شبهناکی دیوانه ندیدی؟ از همین محله است. انا اینش رو نمیدونم. وای با تندامش سیاه تا بیا که زردینه. در سرش رومال داشت برادر. زنهای رومالدار در اینجا بسیارند. ای باشه سوال دادن سوال جواب ده. دیدی گوکی دیدم ندیدی کن؟ نه ندیدم. بیا یک شاورما تیار کنم. بیار در همینجا میخورم. من فکرم تموم شده است. از گپت گشتی یعنی؟ با درون درآید؟ او در درون من چیکار میکنم؟ ای رو از سرت ماند شاورما. برادر خسته نباشی. رحمت. ببخش که گپت رو بریدم. در این طرف ها یگان زنی شبهناک ندیدی؟ با فکرم تو راهزن هستی. نه من راهزن نیستم. آن زن دیوانه است. حالا تو نمیدونی چی کارها کرده. ای گوش کو یک طرف نیست وقتی مرا نگیر حیوان. ای بچه این چه خیلی گپ زنی. ای گم شو. ای خدا بزند. پدرت سلام گوی. سلام علیک. و علیکم السلام. چند روز پیش در این طرف ها یک زن رو گم کردیم و او رو میجویم نمیابیم. او رو ندیدی؟ به خدا ندیدم برادر. در سرش رومال و در تنش لباس دهاتی داشت. او رو ندیدی؟ من یک ماه زنی خدمت ندیدم. مایلش من این حالتی تو رو میفهمم. از دیگر کس پوس برادر. این رو گیر خوراک خر زن تو رو به خونه راه میدید. تشکر برادر. مایلش خمه رفت. راست است که زندار حال زندار رو میفهمد. رحمت برادر. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا این نمازم رو قبول کند. بچم خدا قبول کند. هجری چه خیلی جوره. یک لحظه برادران. هر وقت شما امر معروف میخواستید این شب من این را میخواهم. بنشینید. داملا جان تگردم. بله استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. مرحمت بنشینید. محترم جماعت ببینید چیزی را که ندیدید، چیزی را که در اصل نمیدانید کی گفت و برای چی گفت نفهمیده. حکم برآوردن نادرست است، عیب است، گناه است. چی بوده است؟ عیب است گناه است. مگر من همه خیل گفتم؟ یک تا گفتم. لطفاً با دقت باشید. نادرست است.
نادرست است. عیب است. گناه است. اکنون با شما یک کس خبر آورد. باید ببینید او کیست و چی نیت دارد، چی درد دارد. تا اینها را نفهمید و او باور نکنید. تهمت است یا نه، اساس را ندانستن نباید باور کنید. تهمت مانند کیرم است که درون میوه را میخورد و ما باشیم حتی از این خبردار نمیشویم. بله دامولا، بسیار مثال خوب. میدانید این چی دفتر است محترم جماعت؟ این دفتر از استادتان به شما یادگاری مانده است دامولا زیا. بله. من از این دفتر یک حدیث را از پیامبر گرامی قدرمان میخواستم نقل کردم، معنایش را به شما فهمانم. پیامبر عزیزمان درود خدا با او و آلش در این حدیث چنین فرمود: از راه راست کنده نشوید. راه راست شما را خوشبخت نموده به جنت میبرد. دروغگویی نکنید. دروغ آدم را به گناه، گناه به دوزخ میبرد. ببینید در دیگر حدیث باشد پیامبر عزیزمون فرمود روز قیامت برای بر دروغ تهمت کردن یک برادر مسلمانت بسیار سخت عذاب میدادند. چی بوده است محترم جماعت؟ عذاب شدید بوده است. کی را عذاب میدادند؟ کی را عذاب میدادند محترم جماعت؟ مرا مگر گوش نکرده؟ تهمت چی؟ دروغگو و کسی که بیگناه دیگر کس را گناهکار می‌حسابند. امک جان گوش کنید، من یک بار دیگر میپرسم. من یک زن را میجویم. این معنی پوری زن است. او کدامشو میجویه؟ قدش انا این قدر است. قدی همه زنها همین قدر میشود. یک زنی در سرش رویمال لباسی دهاتی دارد. نصف زنهای این محله کرته و رویمال میپوشند. بعد تمام امک جان فراموش کنید، گویا که من شما رو نپرسیدم. مرحمت گیره. چی گیرم؟ منظرین. نرخش چند بوده است؟ 20 سومو. برای شما 19 سومو. سرت سفید اما که یک دانه منظرین خیر کنی میمری. برای کار اما کی؟ رحمت. کنی بینیم در چندم آشیانه زندگی میکرده است این زن. به خانه‌ات خوش آمدی. سراغت را به کلتکل از جان روان کنم. بله این بود موضوع این شام ما. با همین تمام محترم جماعت. دامولا خدا از شما راضی باشد. تشکر. اکنون همتان از پی کار و بار خود شوید، به نزد فرزندانتان روید. تشکری زیاد استاد. یا بسم الله. دامولا شبتان بخیر باد. هجری پگاه در یگان جا آشی نهار نیست؟ در محله بالا. باز تنها نرویم. اوه شوکت، تو آمدنی من این زن را از نظرت دور نکن. اکنون نوبت تو شد هیلگر. مادر تلفن شما زنگ میزند. چقدر به مادرم چی کار داشته باشد؟ به من زنگ نمیزند، به مادرم چرا زنگ میزند؟ این کیست؟ چی؟ کاری دنبالو تمام شد. آه مادر چی نیرنگ کردی؟ من به تو نشان میدهم. خانم سیل اگر خونه خورده باشد کودکم رو دیم. نمیخواهم. ما تا سحر در اینجا میمانیم. 1 دقیقه تا سحر در اینجا میمونیم.
بعد سحر از اینجا میرویم. بله، پگاه بر وقت به خانه پای سلطنت میرویم. در آنجا یک پیاله چای مینوشیم. همین رو حس میکنم. حسیاتت از سرت ماند. خانم سلین، آرام شوید، کم ترک گرم میشه، بعد هر دومان اطراف رو از نظر میگذارونیم. من با تو به یگونجا نمیروم. در روزی روشن به بیمرخونه گفته به جنگل آوردین، نمیشود. کی میدوند که باز چی نیت داری؟ اما خانم سلین، طرف خوبی کورم بینید. یعنی از غوغای مردمان دور و در آرامی، در آغوش طبیعت زیبا، هوای تازه این جنگل رو نفس کشیده، هر دومان خرسندی میکنید. ها؟ با تو خرسندی؟ بهترش یگون و خرسند نباشم. خانم سلین، بود نبود من در یک قشلاق کلان شدم. در خروجی با رفیقانم از قشلاق گریخته به جنگل میرفتیم و آتش رو درگیرانده در آتش کارتوشکا میپختیم. سری چند موری غمسه رو خورده بودیم. حتی از خاطرم نمیرود که پدرم مرا باور کرده تنها به چوپانی روان میکرد. سری چند بوز دیگر رو در آنجا خورده بودیم. اما با پدرم میگفتن که بوزها را گور خورد، ولی در یک روز آفتابی پدرم آن گرگ دوپا را دستگیر کرد. نازنکه کشاده شب آواز چپ کمتر بر راست سبیل مانه دارم این فیلم که یک برده میکشویم. کنی با دیگرش سنجیم؟ با فکرم مهلت استفاده برای این هم گذشته است. بازیگرش رو میبینیم. منازمت کشاده شد. میامم شکست چی؟ بسیار روزای خوب بودن. اون وقتا من یک سکچه خردکک به نام رکس داشتم. او تنها ما را میشناخت، اما سکچه بعضا وقتا شیرش رو نمیخورد و ما را از خفش میدوان. یک روز پوچم رو گزید، فهمیدم که کلان شده است. سگی را خون دل دادم که با من آشنا گردد. ندانستم که سگ حیوان بوده است. حاضر من به تو نشان میدیم. کنای او را سر شده کنم. هی مرغ خواب دست کو الو ای دختر بخیزت زنده هستی؟ خومره ایزا نمیکشی؟ ای دختر زنده هستی خیز؟ تو کیسی دیوانه؟ تو حالا خوب دیده ایستاده ای. تو زنی گناهگاری
انسان محترم دامولازیا را تهمت کردی. برای این گناهت 125 سال در دوزخ میسوزی. تو چی سبسته میگویی ها؟ تو کیستی و در اینجا چی کار میکنی؟ نمیفهمی مگر تو دامولازیا را تهمت کردی. اگر این گناهت را به همه اقرار نشوی دیگر از خوابت با کجا زنگ میزنی؟ حاضر به تو خواب رو نشان میدیم. گم شو انا به تو گم شو دیوانه. سرم کمیده. الو این پلیس است؟ یک روزم به خونه هم در آمده است. زود به خانه من بیایید. خانم سیلن خانم سیلن تو چی کار کرده ایستادایی؟ خانم سیلن من هیچ کار نکردم. در اینجا از روز شریعت خواب کردن ممکنه. با تو چی؟ خوب روم نرم. با تو چی؟ خانم سیلن در خونکی میمیرین. در فیلم ها ندیده که چخیل آدمان از خونکی چخیل میمورن؟ ایتیوت نیمی حیات. دیوانه حاضر مگر بخت برده ایستاده سا؟ تو خواستی که هنگامی خواب بودنم به من نزدیک شوی ابله. خانم سیلن من 5 وقت نماز میخونم. مرا تهمت نکنید. من قسم خوردم که تا توی نکنیم نزدیک نمیشم. دمت رو گیر از من دور شو. خانم سیلن با کجا میروید؟ اینجا جنگل است. ایستید پاچتون در میکند باز گم نشوید. تو رو گم کنم خودم دیگر گم نمیشوم. دیوانه. خانم سیلن ایستید من الله را پروف کرده کشم. به محافظت درآید که اینجا خطرناک است. حاضر 1 دقیقه. سیلن برادرم من اون کار کردنی نبودم. تنها یک چیز رو خواستم پرسم بعد برآمده روم پایم لغزید. خدا تو رو زنه شوکت از اوده یک کار نبرآمدی. دیوانه حیوان. چقدر این دامولازیایی تو دوست دیوانه خود را به سری من فرستاده است، اما من کار را حل کردم. به دست پلیس سپاریدم. لیکن چقدر پول داده بودی باید همون قدری دیگر بدهی. چی شد آن مسئله گفته درباره در فیلم نقش اساسی رو بازی کردنی من؟ با این لطه سفیدت تو چی خیلی به خانه مردم در آمدن خواستی ابله؟ زبانت رو خوردی مگر؟ زود جواب ده. چی جواب دیم سردارم؟ یگان جواب میدادگی ندارم. برای چی این کار را کردم خودم هم نمیدونم. من نمیدونم چرا من در این حالم سردارم. بعد مردنی کلت کیلات با من چی شده است نمیدونم. هیچ نمیفهمم. و چرا من رو به اینجا آوردن رو هم نمیفهمم. من نمیفهمم برای چی من رو به اینجا آورده. سردارم من رو به دکتر برید. وضعیت چی من بیچار میزید. دستانشو کشوید. دفع شود از اینجا. من رو به دیوانه خونه برید. من دیوانه شدم سردارم. سردی برادر سال شدم. با دیوانه ها سر به سر شدیم. همین هم خور شد. کمتر دیگر با این آدم ایستم دیوانه میشوم. خانم سیلن ایستید. در شب تاریک دور نرود که خطرناک است. خانم سیلن عاقبت راه را یافتم. سیلن جان التماس ایستا. از پشت من نیا ابله. خانم سیلن تا حال مرا ابله میگویی. و خدا دل مرا میشکنی به شوهر میمونی. من گفتم از پسی من نیا ابله. میگویی دخالت کنیم دختر رو یاردم میکنیم. خانم سیلن بسیار راه گشتن به شما ضرر دارد. ای خدا از اینش گریختم دیگر خویش پیدا شد باز. اینجا چی گپ است؟ دختر رو به حالش گذار. دیوانه هستی؟ به شرف با دختر دست میرسون. اشور مستی خودت حرمت کن. بخدا کارم همیشه برار نمیگیره و نمیگیره. هر دو شما باید با اون دختر حمله میکردید و من شما را مثل سگ لطکوب میکردم. فهمیدید؟ همین طور من قهرمان میشدم اکا. تو چی ها میگویی؟ ما را مسخره داری؟ این چهار چشمای بیناموس از حد گذرند. از سر و کفیده. ایسته رهایش کنید رود.
و شما میگویم او را سر دهید. با خدا نه همه ها را میزدم که با اومدی دخالت کردی، اما بخیر است. خدا شما رو دوست می‌داشته است. ماشینتون کار میکنه؟ ها کار میکنه. خیلی خوب. پینجی است؟ سرمون آهسترون شوکت، من دو چرخه ها هیچ عادت نکردم. برادر جان، ها برای برآمدنم از محبس هیچ کمک نکردی و عاقبت مجبور شدم که خودم برایم. یا خدای، این هم پرابلم شد. تو چه خیلی با دوم این پلیس های لعین میافتی من هیچ نمیفهمم. اون شده رو چی بود که بسرت کشیده با اون خانه رفتی ها؟ ای برادر، این کار رو در یک فیلم دیده بودم، فکر کردم که در حیات میشود لیکن نشد. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدانم شبکت از کجا دانم. آن شخصی که وای زن رو پیشی من فرستاده بود بر وقت کار زن رو تمام کرد، مدل کردیم. برادر این چه خیلی زندگی است، هیچ نفهمیدم. من هم نفهمیدم. در اصل این چی حیات است؟ توی هم ساختن، شناسنامه هم ساختن، دامولا بودن هم ساختن. من کیم ها؟ راست میگویی؟ تو کی هستی؟ همین رو میگویم، من کیم؟ برادری منی، تو برادر جانی منی. توی شناسنامه‌ات هم ساخته باشد لیکن برادر جانی منی. از تحت دل گفتم، باز یک بار دیگر در کشاورز میگویم. قندت از آن برادر، بسیار خوب گپ زدی، ما رو خرسند کردی. نمیارزد یک چیز گویم. بگوی. در کجا خواب میکنیم؟ اوف، برادر شوکت رفتیم. باز با مسجد میرویم. کیرش جان، همین مسجد رو به نامت کنی نمیشود؟ کالتکی الاسی بشرف، تو چی خیلی کارو در حق من کردی؟ چرا تو خودت رو کشتی؟ چرا کشتی ها؟ من باید تو رو میکشتم. چی شده ایستاده است؟ با یاد آورده ها؟ ها؟ با یادم آمد. این تو هستی ها؟ وای بیشرف، وای کلتکلاس، انا نام همه چیز به یادم آمد. تو ما را پرانده بودی ها؟ تو یک ترسانچه که بیشرف بوده ای. ای برادر، دوامش هیچ به یادم نامده ایستاده است. اخلب را خوردم، به یادم نمیارم. ای خیر، ممکن رود بالا با پسش. مرده رفتان بشرف، اما در حق مرده این خیل گپ ها گفتن لازم نیست. من خوبش رفته داملازیا را بگویم که من را چلیاسین کند. داملازیا؟ داملا در اینجا 500,000 لیره هست. کالتکلاس! پدر جان، سرتون رو برکنید. انا بابا جان. تشکر دخترم. نوشی جانتون. خدا شفا دهد آقای اکرم. تشکر چغتای جان، تشکر. لطفا خودتون رو احتیاط کنید جناب، شما برای ما بسیار عزیزید. زهرا، تو کارخانه رو تماما فکر نکن. تا وقتی بابایت صحت نشود از پیشش نرو. ما با سیلین حل میکنیم. بله، من هم همین خیلی گفته بودم. جانم، من با این گونه انسانی با فکر بودنی چقدر فخر دارم. بسیار خرسندم. با اجازت شما جناب. برای آمدنت بسیار منت دارم چغتای جان. تا باز دید. هیچ گپ نیست، شما صحت شوید، دیگرش خوب است. من چقدر رو بسیار کنم.
خیل کنم؟ چغتای دیدی اکرم کسی دیگر نامی دوملوزیو ба забон намегирад. афсонаи вай ба анҷом расид. پیروز شدیم. با یاری تو بسیار کاری خوب کردی. آن زن رو از اینجا به دیگر جا فرستادی. یعنی اگر دوملوزیو او رو یابد خدا نشانه دهد. از کجا میابند؟ تو خواطر نباش. آها. وای دروازه محکم. مرا درمانه نمی شود. چقدر؟ چقدر یک لحظه ما رو انتظار شو. چه شد ملیس؟ دروازه رو کشو. دروازه رو یک طرف گذار. یک مسئله مهم است. زهرا باید با دوملو اویلا دور شوند. خواستم این رو از من شنوی. چی گفته ایستودی؟ میدونم بله بابایم بسیار خشمگین هستند اما او دوملوزیو رو میبخشد. ملیس سفسته نگو. وای آدم زن و فرزند دارد. امکان ندارد. تو چرا به توی آنها قدر مقابلت نشون میدهی؟ حالا هم نفهمیدی؟ برای اون که حاضر یک با یک میفهمم. ملیس من زهرا را دوست میدارم. جکی دنگیر حاضر همش رو من میفهمم. این عشق من شوخی نیست. این یک چیزی است که تو نمیفهمی. اگر خواهی میتوانی مرا دیوانه گویی. عقلش رو خورده است. چیزی که بخواهی مرحمت. این دیوانه رو ببین عقلش رو خورده است. حیوان. اما زهرا از آن ایمان میشود. خوردی یعنی برای وی شده همه کارو میکنی؟ دروغگویی، فریبگری، شیطانی ها، چاقنی ها. ملیس تو تا حال نفهمیدی. برای او من آدم میکشم. بسیار خنداور. زهرا دوستت نمیدارد. این رو بفهم آخر. حتی از رویت نفرت دارد. در زبانش نامت رو هم باره نمیگیرد. دل زهرا به دوملوزیو است. او دوملوزیو رو دوست می‌دارد. با دختر به من عاشق شده است. تمام؟ بله تمام. اکنون رو دروازه رو کشو. حاضر من با تو نشان میدیم ابله.
منم. تو پول را آوردی؟ خودم رفتم گرفتم. این دفعه ما شما رو میبریم خونم. اینجا برا کجا میگریزی؟ چه گپ است؟ من یگان گناه ندارم. همه ی کار را این میدانم، اما این حادثه را با انسان‌هایی که گفته بودی رفته با آنها میفهمانی. من به هیچ کجا نمیروم. کی گفت که نمیروی؟ جان گفته میروی. گوش کنید، یا که رفته تهمت بودنی گفته هایتون رو نقل میکنید و یا که به پلیس رفته شکایت نامه مینویسم و آنگاه عمرتون رو در پشت پنجره میگذارونید. چه خیل پنجره؟ در این کار من یگان گناه ندارم. من هم همین رو میگویم. همراه ما میرویم و پرابلم نمیشود. نترس، رفتیم. تمام. چقدر یک کار را از افتادش نبر اومدی. رفتیم وقت نیست. اپجام شوکت و درون در آمده چقدر رو با بند بسته زنگ مرا انتظار شد. تمام. مایلش برادر جان، اگر اجازه دی سری امیر خاک بتراشون. نه برادر، چی در کارت رو دوام دی. پیش درو. لباس هایم را عوض کرده برمیگردم. مایلش انتظارم. تشکر زیاده پیشنهاد. من نمیخواهم. دامولوزیو اگر اینجا می بود باز خودش را راست کار نشون میداد. اما راست میگفته است. عاشق بودن خودش را به زنش آشکار کرد. همین طور است. یعنی یک دامولو همه ما رو در گردیچلیکش بازی دارد. صبح بخیر. صبح بخیر. بابا جان، چرا از جایگاهتان خیستید؟ خوب شدید؟ دخترم، جانکم. خوب استید؟ بسیار خوب. مرحمت کنید. چی شد تولین جان؟ خوب هستی؟ خوبم جانم، خوبم. شما از محله بالا خانم اصلی نیستی؟ بله، از همان محله در یک فیلم نقش اساسی رو بازی کرده بودم. شادم که شناختید. مرحمت کنید. رحمت. این زنی دامولوزیو نیست؟ لطفاً مرا ببخشید، خواهش میکنم. بسیار به پول احتیاج داشتم. حالتم متشنج بود. لطفاً این رو به پلیس نگویید. این آدم را بیگناه تهمت کردم. برای پول شده به این نیرنگ دست زدم. من همسری دامولوزیو نیستم. از شما عذر میپرسم. پس تو همسری کی هستی؟ یا که دامولوزیو تو را مجبور کرد تا که آمده ما رو فریب کنی؟ نه، برای پول گفتم کو، اما وجدانم نبرداشت. یک آدمی دیندار رو با آبرو را تهمت کردم و هر شب ناراحت خوابم میبرد. دیگر طاقت نکردم. تو با خواهش کی کارا کردی؟ انشالله که چقدر رو نمیفروشد. جناب چغتای، گفته هایم دروغ بود. دامولوزیو بیگناه است. زهرا، از امروز اعتباراً با این چغتای ابله تمامی رفت آمدنت را میکنی. فهمیدی مرا؟ فهمیدم بابا جان. از این پس آن ابله را حتی دیدن نمیخواهم. خیلی خوب. آن چغتای ابله از این پس دیگر یگان قدمش را به این خانه نگذارد. شنیدید مرا؟ از این پس قدمش را به این خانه نگذارد. بسیار عذر زیاد میپرسم از شما. لطفاً ببخشید مرا. میلش، میتونی روی. دیگر این کارها نکن که دیگر به اینجا نبیا. رو.
بیچاره داملوزیا، تهمت به ما گفت، ما باشیم باور نکردیم، گناهش را گرفتیم. مکنون چی میشود؟ من حاضر رفته از عذر میپرسم بابا جان. نه، از نام همه ما عذر میپرسی، از نام همه ما عذر پرس. تمام بابا جان. مادر مکرتان روی آب برآمد. این آدم کجا شده پیما برا؟ او می آید، تشویش نباش، شاید برای کاری خیری رفته است. بیاید هم فکر میکنی تو رو میبخشد زهرا؟ اومد داملا صحبت کردنمون در کن. چی گپ زنیم؟ لطفاً این خیلی گپ نزنید. حاضر کار دارم، بعد یگان وقت دیگر. داملا از قفای من آمدن رو بس کن، امروز نمی شود. این دختر تماما شرم و حیا ندارد. ما باید حاضر صحبت کنیم. در پیش این مردم عیب است. عیب ها؟ من به شرم کو. من برای از پس شما آمدنم شرم نمی دارم. برای گپایی باور نکردم شرم دارم. از این لحظه های اعتباراً هیچ چیز برایم مهم نیست. باور کردن و یا نکردن کسی به من مهم نیست. تنها یک چیز غمگینم کرد که شما با تهمت یک زن باور کردید و به من نه. داملا من به شما باور داشتم اما اون صورت ها شما را غمگین کردم میدونم، اما ما رو ببخشید خواهش میکنم. حالا دیر شد. داملا مرا در نیمه راه نپرتایید خواهش میکنم. دختر غمگین از خنک خورده گیریه دارد، در این شب پیشت آمده. چی ناز داری؟ شوکت بس کن. اینه چلاقم اومد. این دیونه چیکار میکرده باشده؟ تو مردم را احمق خیال کردی، حاضر با تو احمق را نشان میدهم.